الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال المصنف: الأمر الرابع امتناع أخذ القطع بحكم في موضع نفسه أو مثله أو ضده. لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكم في موضع نفس هذا الحكم للزوم الدور، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين، ولا ضده للزوم اجتماع ضدين. بحث ما در مباحث قطع در امر چهارم رسید. در امر چهارم قبلا گرچند این مباحث اجمالا در امر سوم گذشت در تقسیم در اقسام قطع و اینها، در اینجا بحث می کند که از نظر تصور ما می توانیم در موضوع یک حکم چهار حالت را تصور بکنیم. یکی اینکه موضوع یک حکم، این قطع ما که به یک حکم پیدا می کنیم، این قطع به یک حکم موضوع برای نفس همین حکم باشد، یا موضوع برای مثل این حکم باشد، یا موضوع برای ضد این حکم باشد، و یا هم موضوع برای حکم مخالف متعلق قطع باشد. اینها در مقام تصور هست. اما در مقام اثبات اینها که برسیم، فقط یکی از اینها قابل امکان هست، ممکن می شود، و سه صورت دیگر اینها ممتنع هست که اینجا در این امر رابع به همون سه صورت ممتنع اشاره می کند. مرحوم مصنف بحث می کند که وقتی ما به یک حکم قطع پیدا کردیم، این قطع به همین حکم نمیتواند موضوع برای نفس همین حکم قرار بگیرد. برای اینکه اگر بخواهد این حکم ما موضوع برای نفس همین حکم قرار بگیرد، اینجا مستلزم دور پیش میاد. مثلا میگه که اذا قطعت به حرمت شرب الخمر یحرم علیک شرب الخمر. در اینجا نمیتواند این قطع به حرمت شرب خمر موضوع قرار بگیرد برای نفس حکم، همین حکم که همین حرمت شرب خمر باشه. برای که در اینجا دور پیش میاد. دور چطور پیش میاد؟ برای اینکه اگر ما بگیم که قطع پیدا کنیم به حرمت شرب خمر، اون وقت شرب خمر به شما حرام می شود. خب اول باید این حکم در مرتبه اول، در مرتبه مقدم باید باشد تا ما به اون حکم قطع پیدا بکنیم. خب از این جهت قطع ما به این حکم متوقف، به وجود این حکم متوقفه. تا اینجا این حکم نباشد ما به این با چی میخوایم قطع پیدا بکنیم. پس موضوع قطع پیدا کردن ما خود وجود همین حکم شد. از طرف دیگر میخواهد همین حکم ما، این قطع ما موضوع برای نفس همین حکم قرار بگیرد. خب اگر بخواهد این این قطع ما هم متعلق این حکم باشد، هم موضوع برای این حکم باشد، در اینجا لازم میاد که قطع ما هم مقدم باشد هم مؤخر باشد. خب چطوری مقدم هم مقدم باشد و هم مؤخر؟ چطوری این مشکل پیش میاد؟ برای اینکه قطع ما هم از باب اینکه موضوع برای همین حکم است باید مقدم باشد، چون موضوع نسبت به محمول خودش
مانند حکم علت نسبت به معلول را داره. تا موضوع نباشه حکم وجود نداره. پس قطع به حرمت شرب خمر باید در مرحله مقدم باشد تا ما به او قطع پیدا بکنیم. خب این قطع ما میخواد موضوع برای این حکم باشد از این جهت که قطع از باب اینکه موضوعیت دارد و حکم علت را داره، پس باید در مرتبه مقدم باشد. از طرف دیگر چون همین قطع ما متعلق این حکم است، از باب تقدم متعلق بر متعلق خودش باید حکم ما مقدم بر قطع باشه. چون ما میخوایم اونجا یک حکمی فرض این شد که اونجا یک حکمی وجود داشته باشد تا قطع به تعلق بگیره. پس متعلق مقدم بر متعلق خودش هست و متعلق در اینجا حکم می شود. حکم متعلق است و قطع ما متعلق به اون هست، تعلق گیرنده به اون حکم است. خب این قطع ما به چی تعلق میگیره؟ به این حکم. پس حکم باید مقدم باشه. لازمه که قطع ما از باب موضوع مقدم باشد، از بابی که متعلق حکم است مؤخر باشد. همچنین حکم ما از باب این که معلول این موضوع است، محمول این موضوع هست، باید مؤخر باشد. از باب این که متعلق قطع است باید چی؟ مقدم باشد. و این دور است و محال است. پس نمیتوانیم که ما اینجا قطعی به همین حکم را موضوع برای نفس همین حکم قرار بدیم، به خاطر این مشکل دور و دور محال است و باطل. این مرحله اول. بعد میفرماید که در صورت دوم هم اگر قطعی به یک حکمی موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل، این هم اشکال داره، به خاطر که در اینجا اجتماع مثلین پیش میاد و اجتماع مثلین هم محال است و باطل است. مثلا مثال میزنن که اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه، مثلا واقعا یجب علیک صلاة الجمعه به وجوب آخر مماثل، یعنی زمان تو قطع پیدا کرده به وجوب نماز جمعه، واقعا خب واجب می شود این صلاة الجمعه به حکم مماثل، به وجوب مماثل، به مثل همین وجوب. این هم محال است و این هم باطل است، برای اینکه اجتماعی مثلین پیش میاد و اجتماعی مثلین محال است. چطوری اسم اجتماعی مثلین پیش میاد؟ میخواد بگه که خب اینجا صلاة الجمعه ما گفتیم که اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یجب علیک صلاة الجمعه به وجوب المماثل، لازم می آید که صلاة جمعه ما که محمول هسته در اینجا واجب باشد به دو وجوب. یکی همون وجوب متعلق قطع است، یکی هم وجوب مماثل که قطع به اون چی؟ موضوع قرار گرفته شده. خب این نمیتواند که یک حکمی ما یک موضوع نمیتواند محکوم به دو حکم باشد. قطع ما موضوع باشه، از این طرف این قطع که همون وجوب صلاة الجمعه هست، همین قطع ما که مثلا موضوع واقع شده، در اینجا این طرف یک وجوبش با خاطر چی باشه؟ به خاطر حکمی متعلق باشه، یکی هم به خاطر حکمی مماثل باشه و این محال است و باطل. و همچنین اجتماع ضدین، یعنی ما این حکم ما این قطع به یک حکم موضوع برای حکم ضدش هم واقع نمی شود. مثلا اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یحرم علیک صلاة الجمعه. خب اگر تو قطع پیدا کردی به وجوب صلاة الجمعه، صلاة الجمعه برای تو حرام می شود و این خب محال است. چگونه ما قطع پیدا بکنیم به وجوب نماز جمعه، بعد این نماز جمعه هم به ما حرام باشد؟ خب این چگونه؟ این مخالف خلقه. گرچند اینجا مرحوم آقای آخوند مسئله را مطرح کرده که اینجا در مثل در مسئله اول گفت دور پیش میاد و در این حاشیه، در حقیقت در اینجا خلف فرض پیش میاد، خلف است اینجا.
علی حال خود ما عبارت مصنف میخونیم. در اینجا هم قطعی به یک حکم که همین وجوب صلات الجمعه باشد، موضوع برای یک حکم دیگر واقع شده. اون حکم دیگر هم متضاد به این حکم متعلق قطع است و لذا این اجتماع ضدین هست و اجتماع ضدین هم باطل هست و محال. چگونه یک ما قطع پیدا بکنیم به وجوب همین نماز جمعه، بعد این نماز جمعه به ما حرام باشد و این درست نیست. لذا مصنف میفرماید که حکمی که ما قطع پیدا میکنیم به وجود اون حکم، نمیتواند این قطعی به این حکم موضوع برای نفس این حکم پیش قرار بگیرد به خاطر مشکل دور، و نمیتواند موضوع برای حکم مماثل قرار بگیرد برای که اجتماع مثلا پیش میاد، و نمیتواند موضوع برای حکم متضاد قرار بگیرد به خاطر که اجتماع ضدین پیش میاد که دست گذشت. لذا لا یکاد یمکن، یعنی ممکن نمیشود این که اخذ شود قطع به حکم موضوع در موضوع نفس هذا الحکم همین حکم باشه. چرا ممکن نیست؟ لزوم دور، به خاطر که اینجا دور پیش میاد، دور لزوم دور هست اینجا. ولا مثله، یعنی اخذ ممکن نیست اینکه اخذ شود قطع به یک حکم در موضوع چه؟ در موضوع مثله، یعنی مثل این حکم متعلق قطع. چرا؟ للزوم اجتماع مثلین ولا ضده، و همچون موضوع برای حکم متضاد خودش هم قرار نمیگیرد. چرا؟ للزوم اجتماع ضدین این حکم. بعد آقای مصنف میخواد درجه نعم یسیح اخذ القطع بمرتبه من حکم فی مرتبه اخرى منه او من مثله او من ضده. در اینجا آقای آخو میفرماید که بله، در یک مورد که هسته اینجا استثناء می شود. ما شما تا هنوز خواندیم که قطع به یک حکم ما موضوع برای نفس این حکم و مثل این حکم و ضد این حکم واقع نمی شود. مصنف می فرماید که اما اگر موارد و مرتبه ها و مرحله های این احکام با هم فرق بکند، اشکال ندارد که اینها موضوع قرار بگیرد. اگر حکمی مثلا موضوع قرار بگیرد در مرحله انشا باشد و حکمی که متعلق قطع است خب در مرتبه دیگر مثلا مرتبه فعلیت باشد، اولو تلجز باشد، در مرتبه فعلیت باشد، در این صورت امکان دارد که این تا ممکن نیست، اینجا میگه امکان دارد که قطع به اون حکم در شخص همون حکم یا در مثل همون حکم یا در ضد همون حکم چی موضوع قرار بگیره. مثلا میگیم اذا قطعت به حرمت شرب الخمر انشاءً، قید انشاء رو بزنه انشاءً، یعنی اگر ما قطع پیدا کردیم به حرمت یک شرب خمر در مرحله انشاء، یحرم علیک شرب الخمر فعلا شرب خمر به تو در مرحله فعلیت به تو چی میشه؟ حرام میشه. قطع ما در یک مرحله، قطع ما به این حکم در یک مرحله بود، در مرحله انشاء بود، ولی حکمی که فعلا اینجا مثلا آمد حکم فعلی هست، در مرحله فعلیت هست. اگر تو قطع پیدا کرده به حرمت شرب خمر در مرحله انشاء، فعلا این حکم به تو چی میشه؟ حرام میشه. همین حکمی که متعلق قطع باشه و این هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و اون اشکال دوری که در اونجا گفت در اینجا دارن، چون اونجا که بود هر دو در یک مرحله بود، یا در مرحله انشاء یا در مرحله فعلیت یا در مرحله تنجس، اما در اینجا موارد فرق میکنه. حکمی که متعلق قطع است در مرحله انشاء است، حکمی که محمول موضوع یعنی محمول خود قطع است او چیه؟ در مرحله فعلیت. همچنین در مسئله اجتماع مثلین اجتماع ضدین، اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه انشاءً یجب علیک صلاة الجمعه به حکم المماثل مثلا. خب در اینجا فعلا یجب علیک صلاة الجمعه فعلا به حکم المماثل. خب در اینجا بازم میبینیم که
مرحله حکم متعلق قطع انشائی است و حکم مماثل که محمول این موضوع این محمول قطع است در مرحله فعلیت. اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه انشاء ان یحرم علیک صلاة الجمعه فعلا، اینم همینطور. پس در این موارد که در جایی که مرتبه ها فرق میکنه، مرتبه ها این حکم ها فرق میکنه با هم، این مشکل دار یا مشکل مثلا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین پیش نمی آید. نعم یصیح اخذ القطع، صحیح است که اینکه اخذ شود قطع به مرتبه من الحکم، اخذ به قطع به مرتبه از حکم باشد، فی مرتبه اخرى در مرتبه دیگری از همون قطع. خب او من مثله، یعنی از همون حکم، او من مثله یا از مثل همون حکم یا از ضد اون حکم باشه، یعنی حکمی که در به اصطلاح متعلق قد واقع شده. ما میتونیم قطعی به این حکم در یک مرتبه باشد و میتواند من الحکم فی مرتبه اخرى از همون حکم در مرحله دیگه از حکم باشه، مثلا در مرحله فعلیت باشه، در مرحله تنجز باشه. این هم از این. خب بعد تا اینجا در اخذ قطع با حکم در موضوع شخص در محور بحث تا اینجا مسئله قطع بود. از اینجا مرحوم مصنف وارد بحث زن می شود. می فرماد تا اینجا ما خواندیم که قطع به یک حکم موضوع برای نفس این حکم یا موضوع برای حکم مماثل یا متضاد قرار نمیگیرد، با خاطر این مشکل دور پیش میاد یا مشکل مثلا اجتماعی مثلین پیش میاد، اجتماعی ضدین پیش میاد. اما مصنف میفرماید که اگر ظنی به یک حکم موضوع قرار بگیرد برای نفس همین حکم یا موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل یا موضوع قرار بگیرد برای حکم متضاد، چی حکم دارد؟ آیا چنین چیزی ممکن هست یا خیر؟ میفرماید که در اینجا ما قائل به تفصیل میشویم و اون تفصیل این است که اگر ظن به یک حکمی در موضوع شخصی همون حکم که متعلق زن هست قرار بگیرد و اخذ شود، مثل قطعی که بحث کردیم مستلزم دور است. همچنانه که زمانی که ما قطع به یک حکم پیدا میکردیم و این موضوع قرار میگرفت برای نفس همین حکم مستلزم دور بود، اگر زن هم پیدا بکنیم به یک حکمی و این زن به این حکم موضوع برای نفس همین حکم قرار بگیرد، باز هم مشکل دور لازم می آید. از این جهت بین اینها فرق نداره، بین قطع و بین زن فرق نداره. چطوری باز هم داره؟ باز هم داره ما توضیح بدیم، گرچند توضیح داده شد. دور اینطوری پیش میاد که چون حکم که در اینجا همون وجوب نماز جمعه باشد متعلق زن هست و زن ما در اینجا متوقف است بر وجود این حکم، یعنی اینجا باید این حکم که وجوب صلات جمعه باشد موجود باشد تا زن به این حکم چی؟ تعلق بگیره. خب پس از این جهت که چون حکم متعلق این زن هست باید در رتبه مقدم وجود داشته باشد. از طرف دیگر اگر همین زن موضوع قرار بگیرد برای نفس همون حکم، لازم میاد که چی؟ حکم ما متوقف بر این زن باشد. اول گفتیم که زن ما متوقف بر این حکمه، برای اینکه اول باید در اینجا موضوع چی حکم باید اینجا در مرحله اول مقدم اینجا وجود داشته باشد تا زن به این حکم تعلق بگیره. یک. از طرف دیگر اگر زن به این حکم این زن ما به خود موضوع قرار بگیرد برای نفس این حکم، پس باید موضوع مقدم باشد و حکم مؤخر باشد.
و در اینجاست که این مشکل دور لازمه. چطور داریم؟ از یک طرف این حکم ما باید مقدم باشد و هم مؤخر باشد. مقدم باشد برای که متعلق موضوع است، متعلق زن هست. مؤخر باشد برای که محمول این موضوع است، چون زن موضوع است، این حکم محمولیه. از اون طرف این زنم هم باید مقدم باشد هم مؤخر باشد. مقدم باشد برای اینکه موضوع است، موضوع حکم علت را دارد. اول باید علت وجود داشته باشد تا معلول بیه. پس این زن ما باید مقدم باشد. از طرفی که باید این مؤخر باشد برای اینکه این متعلق این حکم است، حکم متعلق این متعلق اونه و متعلق رتبهش مؤخر است از متعلق. یعنی اول در اینجا متعلق وجود داشته باشد تا حکم اون چی تعلق بگیره و این زن هست و این دور هست و دور هم چی باطل است در متن زن. اما در مسئله حکم مماثل و حکم متضاد در اونجا میگه مسئله فرق میکنه. در اونجا اشکال ندارد که اگر ما ظنی به یک حکم پیدا کردیم موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثلش. چطوری؟ میگه اجتماعی مثلا اینجا پیش نمیه. برای چی؟ برای اینکه ما که در قد میگیم اجتماع، اینجا اجتماع مستلزم دور است، در قد میگفتیم در اونجا مشکل اجتماعی مثلا اجتماعی ضد پیش میاد. برای اینکه با وجود قطع به یک حکمی میخواد بگه بین قطع و بین حکم در اینجا فرق هسته. برای اینکه در قطع چون کاشفیت تامه وجود دارد، وقتی ما قطع بین حکم پیدا میکنیم دیگه جای حکم ظاهری نیست، موضوع حکم ظاهری رو کلا از بین میبره. لذا ما نمیتوانیم در عرض این بخوایم حکم ظاهری را حکم میکنیم به حکم ظاهری، چون موضوع رو کلا از بین برد در قطع، چون کاشفیت تامه دارد، علیت تامه دارد، موضوعیتش هم تامه است و لذا جای مطرح کردن حکم ظاهری نیست. اما در زن چون کاشفیتش کاشفیت ناقصه هست و لذا اگر موضوع هم قرار بگیرد موضوعیتش موضوعیت ناقصه هست، جای مطرح کردن حکم ظاهری در اینجا هست. لذا اگر ما نسبت به حکم واقعی زن پیدا کردیم و این زن به این حکم واقعی بخواد موضوع قرار بگیرد برای حکم مماثل، اونجا جای مطرح کردن حکم ظاهری هست. مثلا میگیم اذا ظننت به وجوب صلات الجمعه واقعا یجب علیک صلات الجمعه ظاهرا. خب به حکم مماثل در اینجا ما میبینیم که صلات الجمعه، وجوب صلات الجمعه دومی که محمول و معلول موضوع که زن با حکم واقعی باشد در مرحله مثلا چی حکم ظاهریه، یعنی ظاهرا هست نه در واقع. در واقع که هرچه هست اون سر جاش، اما فعلا و ظاهرا در اینجا حکم می شود به وجوب نماز جمعه ظاهری. و مرحله حکم واقعی و بین حکم واقعی و حکم ظاهری اگر جمع شود هیچ مشکلی ندارد. قبلا هم گفته، بعدا هم میگه، در اینجا هم آقای آخوندی مطرح کرده. ایشان میفرماد که بین حکم واقعی و حکم ظاهری اگر جمع شود این مشکلی نداره. میتونه مثلا در واقع مثلا این چیز حرام باشد ولی در ظاهر که ما فعلا موضوع حکم ظاهری جهل به حکم واقعی است. ظرف جهل به حکم واقعی یعنی ما واقع رو نمیدانیم. مثل شرب توتون، ما در واقع اگر شرب توتون مثلا فرض کنید در واقع اگر حرام هم هست، اما فعلا با حکم براءت با حکم ظاهری میان حکم به حلیت میکنن. خب اینجا یکی این که در واقع میگیم فرض میکنیم که در واقع ممکنه حرام باشه و اینجا حلاله. خب موضوع هم یکی همین شرب توتون هست. در اینجا چگونه میشه مثلا که یک شرب توتون هم حرام باشد هم حلال باشد؟
میگه حکم واقعیش که برای ما معلوم نیسته، ما او رو فرض میگیم حتی اگرم حرام باشه فرضه. لذا حکم واقعی ما علم که نداریم، نمیگیم که ما علم داریم که حکم واقعیش مثلا چیه حرام است و حکم ظاهرش مثلا حلیته. وقتی اگه او علمی، اگه حکم واقعی برای ما معلوم باشد که اصلا جا محلی برای حکم ظاهری نیست. لذا اگر ما جهل به حکم واقعی داشته باشیم حکم ظاهری اونجا میه و در این صورت است که ما اگر حکم به شیئی را مثلا حکم بکنیم به حکم ظاهری هیچ مشکلی ندارد، اجتماع پیش نمیاد، اجتماع دو حکم پیش نمیاد. لذا اگر اون حکم مماثلا باشد اجتماع مثلا پیش نمیاد و اگر حرام باشد اجتماع ضدین پیش نمی آید. اینم از این. خب نعم يصيح أخذ القطع و اما الظن بالحکم فهو و این کان کالقطع، و اگرچه مثل قطع است در چی؟ فی عدم جواز اخذه فی موضوع نفس ذاک الحکم المظنون. حکمی که ما دو زن پیدا کردیم، ما زن پیدا کردیم به وجوب نماز جمعه، خب بعد همین زن به این وجوب جمعه میخواد موضوع برای وجوب جمعه قرار بگیرد، میگه اینجا مثل قطع است، یعنی همون حکمی که موقت کردیم اینجا، اونجا گفتیم که مستلزم دور هست، اینجا هم همون دور پیش می آید که توضیح شد. الا انه لما کان معه مرتبه الحکم الظاهری محفوظتا، لکن مرتبه حکم ظاهری در اینجا محفوظ هست در مثل زن، برای که چون ما زن پیدا کردیم، قطعی پیدا نکردیم به حکم واقعی. حکم واقعی هرچی هست در لوح محفوظ اون سر جای خودش هست و ما قطعی به اون هم نداریم. لذا در مسئله زن موضوع یا مرتبه حکم ظاهری میگه در حال خودش محفوظه، یعنی اگر ما زن پیدا کردیم بعد اون حکم دومی را به حکم ظاهری مثلا حکم کردیم هیچ مشکلی نداره و مقامش محفوظه. کان جعل حکم آخر لما کان ما مرتبه الحکم ظاهری محفوظتا بوده است جعل حکم دیگر که فی مورده در مورد همون زن مثل الحکم المظنون او ضده به مکان من الامکان، در اینجا امکان دارد ما حکم بکنیم به حکم مماثل یا به حکم متضاد. اصل حکم زن به حکم پیدا کردیم، بعد میگه حکمی دیگر، این میگه این زن بین حکم میتواند موضوع برای حکم مماثلش قرار بگیره و میتونه برای حکم متضادش قرار بگیره. برای چی؟ میگه اونجا گفتین اجتماع مثلا پیش میگه، اینجا میگه اجتماع مثلا پیش نمیه، میگه نه، به خاطر که اون حکمی که متعلق زن هست او حکم واقعیه، اما اون حکمی که محمول موضوع یعنی محمول زن هست اون چیه؟ اون حکم ظاهریه. بین حکم واقعی و حکم ظاهری هم جمع می شود و هیچ اشکال هم ندارد. این قلت اینجا میه کسی به این عبارت شیخ اشکال میکنه، میگه که آقای آخوند شما آمدین فرمودین که اگر زنی به یک حکم پیدا کردیم این زنی متعلق این حکم میتواند برای حکم مماثل و متضاد قرار بگیره، هیچ اشکالی نداره. ولی ما میگیم که اینجا اشکال داره و اشکال نکی اگر رتبه حکم واقعی و رتبه حکم ظاهری یکی باشد باز هم همون اجتماع مثلا و اجتماع ضدین پیش میاد. شما گفتین برای مماثل واقع میشوه، یعنی موضوع برای حکم مماثل واقع میشوه برای اینکه اینجا مرتبه حکم ظاهری محفوظه. ما میگیم درست مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظ هست، یعنی اگر ما زن پیدا کردیم به وجوب نماز جمعه، خب حکم اما وجوب ظاهری جمعه در اینجا محفوظ هست. لکن اینها در صورتی که باید در یک مرتبه حکم واقعی مجهول و حکم ظاهری فعلی در اینجا باید اینا در یک مرحله نباشد، در یک مرتبه نباشد.
یعنی باید حکم واقعی ما در یک مرحله باشد و حکم ظاهری ما در مرحله دیگر باشد. و الا اگر هر دو اونها در یک مرحله باشد، مثلا در مقام فعلیت باشد، اینجا باز همون اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین لازمه. مثلا اگر ظن به حرمت واقعی فعلی شرب خمر تعلق بگیرد، ظن ما تعلق گرفته به به حرمت شرب خمر فعلا. خب اگر مثلا ظن ما تعلق گرفته باشد به واقعی، خب بخواهد همین ظن ما موضوع برای حرمت ظاهری فعلی شرب خمر قرار بگیره، خب اینها هر دو تا حکم از نظر فعلیت از نظر مرتبه در یک مرحله هستند، از نظر فعلیت، چون هر دو تا فعلی هستند. اینجا اجتماع لازم آمده. یا مثلا اگر ظن به وجوب واقعی فعلی صلات الجمعه چه شرب خمر مثلا قرار بگیره، یا مثلا اگر ظن ما به وجوب واقعی صلات جمعه تعلق بگیره، بعد حکم ظاهرش باشه یا حرم علیک صلات الجمعه. بعد این ظن به وجوب واقعی صلات جمعه موضوع قرار بگیرد برای حرمت نماز جمعه، در اینجا فعلا هر دو از نظر فعلی باشه و اینجا باز اجتماعی ضدین پیش آمده دیگه، هم اجتماعی مثل پیش میاد، هم اجتماعی، برای اینکه هر دو در مرحله فعلیت هست. خب وقتی که اینا در از نظر فعلیت از نظر مرتبه در مرحله یکی باشن دیگه، اینجا این حرف شما گفتین که در اونجا در اجتماع مثلا مشکل ندارد، ما میگیم اینجا مشکل هست، اون اجتماع مثلا هست، شما میگفتین نمیاد، ما میگیم برای که مرحله ها یکی شد. آقای آخون از این اشکال جواب میده، میگه که نه خیر، اینجا با همدیگر اینها فرق میکند. حالا عبارت این قرد اگر گفته شود این کان الحکم المتعلق بهی از ظن فعلیا ایضا، اگر بوده باشد حکم متعلق بهی تعلق گرفته به همو از ظن فعلیا، یعنی ظن به چی باشه فعلیت داشته باشد، ایضا و یکونه از ظن متعلقا، ظن متعلق باشد چی بالحکم الفعلی، و حکم فعلی واقعی در ما با تعلق گرفته. خب لا يمكن اخذه في موضوع حکم فعلی آخر، ممکن نیست اخذ شود در موضوع حکم فعلی دیگر، مثلی باشد، مثل همون حکم متعلق باشد، او ضده باشد، یا او ضده، یا مثل حکم ضدش باشد. چرا میگه ممکن نیست؟ چرا لاستلزامه، به خاطر لازم می آید او را چی از ظن به اجتماع ضدین او مثلین، ظن به اجتماع مثلین یا به اجتماع ضدین، این اجتماع ضدین پیش می در اینجا. و انما یصیح اخذه فی موضع حکم آخر، و این است و جز این است که صحیح می باشد اخذ او در موضوع حکم دیگر، کما فی القد، در قد مطرح کردیم، طابق نعل و بنعل، یعنی تمام احکام را که ما در قد بیان کردیم در مورد ظن هم هست. شما در مورد ظن آمدین اینجا قائل به تفصیل شدید، ولیکن چون اگر این تفصیل شما در صورتی می شود که حالا باید مرحله های اینها احکام متعلق و معمول ظن چی باید فرق داشته باشد. اما اگر حکم متعلق ظن، این حکمی که ظن با تعلق گرفته، با حکمی که محمول ظن هست، ظن موضوع برای حکم قرار گرفته، اگر یکی باشد، همون احکام قطع را که بیان کردیم نعل بلند در اینجا بیان میشه. اگر موضوع برای نفسی اون حکم قرار بگیرد، اجتماعی چه دور پیش میاد. اگر برای حکم مماثل قرار بگیرد، اجتماعی مثلین پیش میاد. اگر برای حکم ضدش قرار بگیرد، موضوع برای حکم ضدش قرار بگیرد، و در اون صورت اجتماعی ضدین پیش میاد. اینا حرف میزنه. لکن اینجا جواب میده قلت یمکن ان یکون الحکم فعلیا، ما گفتیم که خب شما آمده گفتین اگر هر دو تا مثلا فعلی باشد، در اینجا این مشکل پیش می آید، مشکل همون اجتماعی ضدین اجتماعی مثلا پیش می آید.
ما میگیم که حتی اگر فعلی هم باشد، اینها از نظر مرتبه اگر فعلی هم باشد باز اجتماعی مثل و اجتماعی ضدین پیش نمی آید. دلیل دان چیه؟ میگه دلیل ما این است که آقای آخوند میفرماید که چون همچنین که مرتبه احکام را ایشون 4 دسته کرده بودن، در اینجا میاد یکی از مرتبه هاش فعلیت بود. آقای آخوند میفرماید که یکی از مرتبه های احکام فعلیت هست، لکن باز فعلیت هم بر 2 قسمه. یکی فعلیت تعلیقی و لولایی و مثلا چه ناقصه هست، یکی هم فعلیت تامه و تنجیزی هست. لذا اگر مرحله این حکمه ها از نظر فعلیت یکی باشد، ولی اگر مرحله یکیش فعلیت تنجیزی باشد و مرحله دیگرش فعلی مثلا لولایی و تعلیقی باشد، باز اجتماعی مثلا پیش نمی آید. در اینجا مورد بحث ما که قرار دادیم صحبت کردیم، مرتبه حکم واقعی ما لولایی هست، یعنی فعلا ما به اون قطع به حکم واقعی قطع نداریم. لذا او فعلی تام، فعلی تنجیزی نیست، بلکه فعلی تعلیقی هست. یعنی چی؟ یعنی اگر تصادفاً یک وقت به اون حکم واقعی قطع پیدا کردی، اون وقت این حکم فعلی در حق تو منجز می شود. درست الان فعلی هست ولی در مرحله تنجیز نرسیده، فعلی تنجیزی نیست. خب فعلی تعلیقی است. تعلیقی اگر تو به اون حکم قطع پیدا کردی، اون حکم برای تو واجب می شود، تنجیز منجز می شود، ولی که قطع پیدا نکرده. اما در مورد حکم ظاهری فعلی تنجیزی هست، یعنی فعلا این در حق تو منجز هسته. تو که به حکم واقعی که علم نداره، به حکم واقعی که قطع نداره، علم نداره، پس وظیفه ای توست که به حکم ظاهری عمل بکنی، چون ظن پیدا کرده و طبق این ظن تو باید چی؟ عمل بکنی. لذا اینها از نظر تعلیقی و غیری و تنجیزی بودن با هم دیگر فرق دارن، ولو از مرحله در مرتبه فعلیت یکیستن، اما فعلیت هم گاهی فعلیت تامه و مثلا تنجیزی هست و گاهی فعلیت ناقصه و تنجیزی. لذا موضوع حکم واقعی ما در اینجا که چون قطع به او پیدا نکردیم فعلی تعلیقی است، و حکم ظاهری که محمول ظن ما باشه این چیه؟ این فعلی تنجیزی هست. لذا باز هم این اشکال مطرح نمی شود. این اشکالی که شما کردین این پاسخ داده می شود، این رفع می شود. قلتو گفته می شود، می گوییم ما یمکن ان یکون الحکم فعلیا، ممکن است اینکه بوده باشد حکم فعلی باشه. حکم یعنی هر دو حکم. به معنا انه لو تعلق به القطع، به معنای اینکه اگر تعلق بگیرد به همون چی؟ قطع، به همون حکم قطع تعلق بگیرد. علا ما هو علیه من الحال، علا ما هو بر هر حالی که هست، این هم حال مرتبه فعلیت هست یا مرحله چی باشه، این شما باشه نه، لتنجز، در اون صورت به مرحله منجز می شود. و استحق علی مخالفته العقوبه، و مستحق است که بر کسی که رو مخالفت بکنه عقوبت شود، یعنی مجازات شود. و مع ذلك لا یجب علی الحاکم رفع عذر المکلف به رفع جهل لو امکن. لذا خب میگه که ما که وقتی مثلا حکم فعلی هست، حکم واقعی فعلی هست ولی فعلی لولایی و تعلیقی هست، میگه بر شارع هم لازم نیست که مثلا به وجه از تو رفع ابهام بکنه، رفع جهل بکنه و تو رو نسبت به اون حکم واقعی واقع بکنه. میگه اگر تو یک وقت مثلا تصادفاً خودت به این حکم قطع پیدا کردی، برای تو منجز میشه، فعلا که منجز نیست و بر شارع هم لازم نیست که اینجا بخونه. یک کسی میگه خب وقتی که مثلا حکم واقعی هست، ممکنه شارع باید خب اگر فعلی تعلیقی هست، فعلی در مرحله از این مسئله اقتضا و این شابه مرحله فعلی رسه، خب بر شارع لازم بود که ایره برای ما آگاه میکرد، مثلا برای ما اطلاع میداد از این حکم واقعی. میگه لازم نیست برای شارع این کارو بکنه. اما اگر خودت یک وقت قطع پیدا کردی، بله از مرحله فعلی به مرحله تنجز میرسه، اما این فعلی لولایی هست فعلا. خب به رفع جهل لو امکن، اگر ممکن باشد خود رفع لازم نیست برای شارع مقدس این کار بکنه. او به جعل لزوم الاحتیاط، یا مثلا میگه خب تو مثلا خب
قطع نداره ولی ممکنه علم اجمالی داشته باشه. خب پس بیا اینجا مثلا احتیاط بکن، میگه نه لازم هم نیست که احتیاط بکنه. خب او به جعل لزوم الاحتیاط علیه فيما امکن، در اون جایی که ممکن است میگه پس احتیاط برای ما واجب بکنه که تا ما با واسطه احتیاط به اون حکم واقع برسیم. میگه لازم نیست. همون حکم فعلی که فعلا حکم ظاهری که فعلا اینجا هست همون در حق شما منجز میشه. بل یجوز جعل اصل او اماره معدیه الیه تارتن. خب یا یک اصل لازم هست، جایز است برای شارع، این واجب نیست که به کار رو بکن مثلا برای حکم واقع برای ما رو نسبت به حکم واقع آگاه بکنه یا مثلا احتیاط واجب بکنه، بلکه جایز یک اصل یک اماره را در اینجا شارع قرار بده که ما با واسطه اون اماره بتونیم با واقع برسیم، جبران بکنیم، یا مثلا با واسطه یک اصل مثبت را که ما با واقع برسیم. لذا همین مقدار هم کفایت میکنه. او اماره معدیه الیه تارتن و الی ضده اخرى، و یک مرتبه مثلا بر ضد یک اماره را باشه. ولا یکاد یمکن مع القطع به، و ممکن نیست چی مع قطع به، اگر تو مثلا به حکم قطع پیدا بکنی در اینجا دیگه این حکم ظاهری و که طبق معدای اصل یا اماره باشه دیگه اون چی نیست، اون محلی نداره، بخاطر که موضوعی اصل و اماره جهل به حکم واقع است. ولا یکاد یمکن مع القطع به جعل حکم آخر مثله او ضده. خب اگر ما وقت قطع پیدا کردیم دیگه در اونجا حکم مماثل یا حکم ضدش ممکن نیست، کما لا یخفا. این قول این تقریبا همون تکرار مطلب قبله. کیف یمکن ذلک، چگونه ممکن است که مثلا ما ظن به یک حکم پیدا بکنیم بعد همین ظن به این حکم موضوع برای حکم مماثل یا ضدش قرار بگیرد، او هم که در حالی که هر دو از نظر فعلیت یکی باشه، از نظر مرتبه یکی باشه. این ممکن نیست، باید از نظر مرتبه دقیقاً فرق داشته باشه. آقا خود میگه که بله از نظر فعلیت ممکنه فرق نداشته باشد، ولی اینا فعلیتشون فرق میکنه، فعلیت تنجیزی و هست و فعلیت تعلیقی و لولایی. و هل هو الا انه يكون مستلزما لاجتماع مثل او ضدین. خب دو تا حکم که از نظر فعلیت مثلا از نظر مرتبه در مرحله فعلیت هستن، اینها اجتماع مثل و ضدین پیش نمیان بینها. قلت نه، لا باس بالاجتماع حکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی، به این معنی که ما گفتیم ای لو قطع به من باب الاتفاق لتنجزه. همین حکمی که حکم واقعی اگر فعلی هم هست ولی خب تنجز که پیدا نکرده، اگر تو یک وقت اتفاقا با وقت پیدا کردی لتنجزه، تنجز پیدا میکنه. ما حکم آخر با حکم دیگر خب این با این مورد قبل لا بحث بالاجتماع الحکم واقعی الفعلی بذاک المعنی ما حکم آخر فعلی فی مورد، در مورد خودش حکم آخر که دیگری هم باشه، هر دو مثلا در مرحله فعلی باشه، به مقتضی الاصل او الاماره، به مقتضای اصل و اماره، اون حکم ظاهری فعلی تنجیزی است و این حکم واقعی نیست. او یا دلیلی که اخذ اصل است در موضوعی همون زن بالحکم بالخصوص، به یک حکم به خصوص علی ما سیاتی من التحقیق فی التوفیق بین الحکم الظاهری و الحکم واقعی. بعداً بیان میکنه که ما بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع میکنیم و بین حکم این دو جمع میکنیم هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. در اینجا هم حکم واقعی ما مجهول مثلا چیه مجهول است و معلوم نیست و ما قطعی به اون نداریم، لذا اگرم در مرحله فعلیت هم هست فعلیت تعلیقی هست و تنجیزی نیست، ولی حکم ظاهری که ما ظن به اون حکم داریم چیه و او واسه این ظن ما موضوع برای حکم ظاهری می شود و ظن وقتی که ظن ما موضوع برای حکم ظاهری شد حکم ظاهری فعلی تنجیزی می شود، اما حکم واقعی که قطع به اون نداریم در مرحله فعلیت خودش باقی هست. بله. الامر الخامس الموافقه الالتزامیه. الامر الخامس هل تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملا الی آخر. این میماند برای بحث بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.